عزیز حاضر جزبز میکنیم. بهترین لذت کیفیت زندگی ما همراه پدر و مادرم میکنم. گرفته نه رفته سیم دستی ماده نونی و چگی چشمه توزه نون خربزه تربوز برای خفا و برای چی پویده بوده. مسپران وقتی که شتر که میخیزه 5 تا چشمه میگیره. همین خاطر 11 متر تابوت درازی کردگیم با کدام خاطر دوستان عزیز که انا کمو دویده میریم که های برون نمونیم. ما برایش ما ایشون بتم این رحیمه بینه نه چلختران طرف خوالینگ میرین. عزیز برای پدر مادر خدمت کردن این شرف های. یا لایک کامنتر دریغ نداره، هر کسی در پخش مستقیما بهترین میشود. بسم الله. با توجه شما رسانیده می شود که برای پدر و مادران تحفه های نازنین، جای نمازهای نرم و رنگین و کعبت الله مبارک با 10 نمود تحفه های ارزنده. امگا 3 روغن ماهی برای خوب کردن روشنایی چشم، برای استخوان درد و پادرد داروها در شکل مز، کپسوله و ملحم، کارول کاژا و ایموبسار برای سفید شوی پوست بدن، برای پروستات مردانه و زنانه محصولات های ترکی و اینچنین مرکز حجامه زیارتشاب در شهر مسکو و پیتر در خدمت شماست. برای معلومات بیشتر گرفتن به رقم‌های چشمرس مراجعت کنید. خدا یار و مددگار. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواد هستین. این سفر داریم به خود طرف مومینوباد. اینجا چلدختران میگن. همراه پدرجان، مادرجان، دادر عزیزم محمد جان و فرزند عزیزم عبدالله جان رفتن گاه مولا نگاه که دوستان عزیز الحمدلله آمدیم حاجی خدی مومینوباد. اینا چلدختران دایمازی داری پرا میره. چلدختران ما برای شما ایشون بتم این رحیمه بینه نه چلدختران طرف خوالینگ میرین. راستی اینجا دچودا مهمان می اومده ما ایستاده نتونستیم حاجی همه خیلی میخوام راست مزار حضرت سلطان بریم. یک راه یا هوا یا پریرودا زور بوده که نه نیست. نگاه که دوستان عزیز بسیار نفرا میگه قطع جورم رفتم خیلی خوردم قطع خیلی خوردم هم اینجا گشتم ایش زور شو. ما بهترین لذت کیفیت زندگی ما همراه پدر و مادرم میکنم. هر گاهی که هر کجای میرم قطع پدر و مادرم میشم یا چی میخرم دلم تر میشه. ها برادر دارم الحمدلله بهتر نه برادر نونی دارم زبانی دارم جانی دارم. با نونی نون میتم ایدر میرونش با جانیش جان میتم با زبانیش سخن خوب. دوستان عزیز هر یک کس با لفظ خودش. امروز هم اومدم مومینوباد مزار حضرت سلطان خوالین برای پدر و مادر، برای خوشحالی پدر و مادر. چون که هست نفرایی را دیدیم در تجربه زندگیشون که تمام دنیا را دارن اما مادر نیست. وقتی نداشتن که یک روز چون قطعی مادر بزنن. برای همو به همه توصیه میتونم که 1 منوت وقت میوی در پیش زانوی مادر سر تپمون و مهر و محبت مادر را ای دل دور نکه. بهترین میشه هر کسی که پدر مادر نداره خدمت جای پدر مادرش جنت کنه. الحمدلله ما میریم شما تماشا کنید. اپراتور شما تین نگاه کنید. ما میخوام به ماشین در ها تهمون پدر مادر رفته سای خدمت باشه. اینجا اومدیم چی تماشا الحمدلله عجب دلارای تاجیکستان. نه چخلای اینا ببینید مادر نگاه کنید عجایبات اینا. ماشین نگاه کن دمکرات موندگی بالونش کافیه چی. دوستان عزیز الحمدلله این خدی مزار حضرت سلطان یعنی این جایی که هست برای شما پر معلومات میتیم رسیدیم. اینا اینجا در اوپلچه در همینجا حاجی عبدالله جان بیا مایده چی در میگیریم خدا باشکر میریم. اینا نگاه کنید همه چی اوردگی اینون یوچگی تو انگورو اینا بخبشو سیوا اینا ما ترشکه و پیوزا بگی ای خانچه بزنه انا که خربزه اینجا با الله برکت شتیر یک مادر عزیز ایرا بی ای انا اخی ایرا بیه ماشاءالله. گرفته نه رفته سیم دستی مده نونی و چگی
الحمدلله اینجا جای ما نگاه کنید چقدر جای زیبا عزیز. الحمدلله میای اینجا در مسجد 24 ساعت کار میکنه 5 وقتای این که میداره نماز رو میخونه میره. الحمدلله اینا مسجد ماشاءالله اینا حاجی نماز خونده سای انا خیلی میای نماز رو میخونی میره. خدا را شکر اینی همه ایتینجی و امونی وطنی عزیزای دوستان عزیز. الحمدلله نماز خوندیم در حق امت دعا کردیم خدا نصیب کرده باشه سر میکنیم تیار کردنی تمام ان شاء الله. رفتی دوستان عزیز الحمدلله حاجی یا آقوچه خوب تیار میکنیم فقط شما تماشا کنین. اینجا همه شاید شرایطش دورای تو کورپاچه و تکسری و چای همه شما فقط میای با تعب دل تمام تا میکنی استعمال میکنی. بسیار یک شرایط خوب کرده اگر انا بسم الله سر میکنی انا بس هيا سب سرخكش مكنه كور هلا يعني ان شاء الله هنا كل مكنه پدر جون چوي میکنم ماما جون دیک گرمی بچی ای انا Dizras começa a refeição com mamá. Ajuda saya. No. Hadi. İnşallah ki یک طعامک خوبی بهترین میکنه. فقط همونشو که امروز کارچکا پیوز بالگری هر چیزی اومد پدوبی با دملما و دیگر نمودش میکنه انشالله. فقط اینا چویم دیگه رفتی سکندم موندن در کار. اینا بیه ماشاءالله انشالله که یا خود میکنیم که عجایبات شود. بعضی همه زنکون رو میکنیم یورا کلچکر رو میتونیم پت میگه پرای طواق میپره. یک اوقات خوبی بهترین انشالله کردن در کار. فقط تماشا کنین اشمو یک دستگیری انشالله گفتم که امروز پدر گفت که خیلی یک چیز سبک که خوبتر و بهتر میمو گوشت گنجین گرفتیم همین توما کردیم با فکری ما انشالله که او قدر بد نیست تومی خوب بهتر عجایبات میشود انشالله. دید دوستان عزیز اوی چشمای تازه برای که ما ایده بوجوشه دوستان عزیز چای اتگیره آورده بینا پدر جان چای کبود نان خربزه تربوز مقبره حضرت سلطان وایس قرانی قرار داریم دوستان عزیز. چخیلی که میبینید همش پرا نویسگی که کدام سال با دستگیری جناب اولین هم مقبره را ساختگان تشکیل کردگان همش به نهایت در یک سطح خوب کردگان. هر کسی میان دوستان عزیز اول گردش خیلی محکم نبود پوی بود حاضر گیرش محکمه کردگان میاد تماشا میکنن دعا میکنن زیارت میکنن. در این پرا چشمه ای داره که بسیار یک آب خوب آب شیرین تازه حاضر عین از دیو میریم برای شما نشون میدیم. الله اکبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا گذشتگان همین منزل مکان رحمت و مغفرت شایسته جنت کنند. پروردگارا گذشتگان اهل جماعت ما را رحمت و مغفرت شایسته جنت بگردانند. اهل جماعت ما را پروردگار به نور ایمان و کلمه شهادت مشرف گردانند. فرزندان مثل حضرت خدمتگار پدر مادر کنند برای راست هدایت کنند. مملکت ما را تین بیارام سری فریب گردانند. بیمارا را خداوند شفای کامل عاجل میسر بگردانند. سفرکی‌ها را سفری نکته. پروردگاری برادران خواهران با چه مراد و مقصد آمدند خداوند مراد و مقصدهاشون حاصل کنند. در کسب و کارشون برکت بریزد. ربنا افتح بیننا بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. دوستان عزیز چطور که حضرت حاضر نقل کردن که در جای همین 4 پوچه شده یک سرش همین خیلی چشمه برآمدگی نمیبینیم 1 2 3 4 5 چشمه یعنی نگاه کنید که همین چشمه در همه جا میبره از دل خوش میتونه که نه یکم دیم این سه مای دل خوش
این باور میکنی ولی بعض وقت آبی خنک کمی خری مثال بیمار میشه در این خنک بسم الله الرحمن الرحیم ناتورال اوای ماشاءالله بهتره همه چشما تابستون و زمستون همین خیلی نه قاق میشوند نه نگم میشوند با همین خاطر هر کسی که بیا زیارت میکنه تماشا میکنه با عین رفتن در بکلشگاه را میگیره همچون یک آب شفا بخش میبره برای نزدیکاشون دادن برای دیگرشون با همین خاطر ان شاء الله که همه در همه جا هست دستشویی معنی تازگی همش پیش خیلی نبود با همین خاطر 11 متر تابوت چه درازی کردگی هم با کدام خاطر دوستان عزیز که اول بسیارش میگن همین قدر درست نه با اون خاطر که نامعلوم در اولش گور کردگی بینش گور کردگی آخرش گور کردگی نه جقن بالاش نبرن با همین خاطر حضرت به نیت خدمتای خوب کردگی در راه اسلام در راه وطنداری در همون وقت می اللهم اغفر لنا میخونه حضرت را دعا میتمیرم بزرگی حضرت معلوم میشه این حضرت در خلافت حضرت علی در غزوه صفین عراق سوریه در جنگ معاونه در بغل حضرت علی وقتی که دشمن ها میخواهند که حضرت علی را منازه بزنیم یعنی سپر میشه اختاقش میگیره نازه میره حضرت وی سخرانی دا میزنه شهید میشه پیش امودانش وصیت میکنه شتری پیدا میشه تابوت مرا در همون شتر بار کنین خویشتن کجای ده که رفت خواه کرد اونجا معذور میکنه اینا کرمان ایران داخل مقبره کرده آذربایجان ترکیه ده افغانستان ده دمازه ازبکستان ده شهر قرقلپاق ده قرقیزا ده و داخلانش همه جمعیه شتری حضرت که خواه میره حضرت با خواب میسپرم وقتی که شتر که میخیزه 5 تا چشمه میگیره ای 5 از او شتر سر شتر دو پای پیش دو پای قفاش و یا 15-16 کیلومتر بالای موضع کلانش تا چرا میگم به نام همین شتری حضرت میگم این درازیش 11 و 60 که برای حرمداری تایپ کنم یا غیر دینا نکنم گفتم خیلی دانش و ایلاویش ده یا مباینش ده و خیلیش ده نامعلومه همون یک جای کلان نکردن که تایپ کنم الله انا دوستان عزیز الحمدلله اجای بوچ اینا قطع میوردیم بسم الله میرا لبو چی اوقات بگوی میشه برای که در درونش لبو چیزا دارای اینا گوشت بیاخی انا ایرا داری میگیریم این طبقه باشه چی را میورداریم برادرانی عزیز صوص چه بسم الله الرحمن الرحیم برو بچه جان بهترین لو در گسنیسه مزار حضرت سلطان قرار داریم همراه عبدالله جان مادر جان پدر جان محمد جیانم همه کسی یک کمنته را گرفتیم شب درجه روز میکنیم با خواهش پدر و مادر گفتن شب ایستیم سحر یک زیارت دیگر کنیم یک تماشا کنیم ان شاء الله دوستان عزیز اوپل گسنیسه الحمدلله نماز بوند را اسپید کنیم در قدیم مزار حضرت سلطان چخیله الحمدلله انا برادرو کچ یکما گرفتین کچشکا بریونا عبدالله جان دو کپ کچشکا رو جبر تو فقط دوستان عزیز حاضر جزبز میکنیم پیاز تاجیکی قطعی عجایبات میشن برادران عزیز قدر این مینه همین که پیاز خواست که پیاز سرخ برای خفا و برای که فایده بده
جوی بود باز با ایشون نته میره مخصوص برای پدر در ضبط کرده اینجا هوا زور ایده اینا دوستان عزیز برادرو اینا اینجا ده دیگه مو دوشیه سر الحمدلله اون عزیز بارون ببینید که چخیل زده سر انا اکمو دویده میریم که های بارون نمونیم انا بارون ببینید عزیز برای پدر و مادر خدمت کردن شرف های ای ماشاءالله انا دوستان عزیز الحمدلله شکرابی و چگی ما تیار شد ما در اشتیای توم اینا باز میخریم ازش هم میگیم با هم خاطر